70% مسائل شرعی در شریعت غرای محمدی طبق سخن پیامبر، طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. همه قرآن بزرگ بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شدگی است. مبین مفسر قرآن محمد صلی الله علیه و سلم است. و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس. برای همین کسی که پیغمبر را قبول نداره یا قبول داره و میگه حدیثش حجت نمیشود، این مسلمان است. این دایره الاسلام خارجه، کسی نباشه. مسئله بسیار مسئله جدیه، این مسئله ایمانیه، این شوخی نداره. عقیده دا ممکن نیست ایتری گپای هوایی و هر خیلی. اینا تصور کنه. ولی گفته که گناه آدمی که دانشته گپ مثلا یه عملی را میکنه نسبت کسی که نادانشته میکنه سخت‌تر است. اما در مسئله دشنام خدا، در مسئله دشنام پیغمبر، در مسئله دشنام شعائر دین، قرآن، کعبه، دانشته دشنامته، ندانسته دشنامته، کافر میشود، از دایره الاسلام خارج میشود. این به شک شبهه. برای همین مسئله جدیه. مسلمان کسی را میگن که پیغمبر را قبول داره، پیغمبر را احترام میکنه، اطاعت پیغمبر را بر خودش واجب میدونه، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقصد که حجت میدونه در اسلام و در دین. یه سبحان الله، این چی سخن است؟ این چی گپه؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفه را از همین عقیدهش پرسیدن، از مذهبش پرسیدن. گفت که هرچی از کلام خداوند است بالای چشم سر مونه، هرچی از پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحت رسیده است بالای چشم سر مونه، هرچی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون تعارض برای ما را رسیده است بالای چشم سر مونه. اما وقتی که گپ در دهن تابعین غلطید، در دهن حسن غلطید، در دهن مثلا سعید ابن مسیب غلطید، فلان و فلان، بگو فهم رجال و نحن رجال. اونو مردک بدن، مورا مردک موخی. اما چیزی که از پیغمبر بیوید، حتی اثر صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به تعارض میرسه بالای چشم سر ما. سخن صحابی حجت است، چی برسه به سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت حبیب تعزیر کردگی در سنن ابو داود اومده است. آگاه باشه میگه امتوشا. زمان میشود که یک بدبخت همین تا در بالای تخت میگه چور پهلو کردگی هم تری چور ترکیشه استراحت کرده، میگه که چون میکنه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم میگه برای ما را همون کتاب پروردگار کفایه و آگاه باشه میگه سخن پیغمبر هم مثل سخن پروردگار اطاعتش واجبه. چیزی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرام گفته است، اما چه خیره که خدای تعالی حرام گفته است، هم که برای مسلمانان را حرامه. و ما ینطق عن الهوى، خداوند میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم ای هوا گپ نمیزنه، این وحی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شدگی است. وحی هم وحی که از خدای تعالی منزل به محمد صلی الله علیه و سلم است و همه سخنایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است در جدای شریعت، او این سخنای خودش نیست، همه توسط وحی است. این شریعت است، محمد صلی الله علیه و سلم شارع است. مرگ آدمی که بگه من پیغمبرم دوست می‌دارم، قبولش دارم، نه که سخنش برای مرا حجت نمی‌شود. این کسافت در پیش اوتاد بگو که اوتا من تو را حرمت میکنم، نه که تو گپی تو برای مرا هیچی است. چی میگه ای سرت مونا میگه عقد کردم رو در گور. مسئله شریعت مسئله شوخی نداره. بسیار کوشش کنید بچه‌ها، هر چی که پذر شوخی داره نه که همین شریعت شوخی نداره. ادبگاهی محبت ناز شوخی بر نمیدارد. ولی همین هارون رشید بعضا قصه میکنم، مردم هم یاد گرفتیان هارون رشید گوز یاد شدگیان در جامعه. خیلی معلوم از ده انشالله تأثیر سخنو رسیدگی های. بعضی وعیزامون هم دیگه هارون رشید گوشیدگیان ولی قصه را هارون رشید میورن. هارون رشید خلیفه پنجمی عباسی است. هارون پسر خلیفه مهدی. اینا دو کس اکاو دودار بدن. اکش خودی میگفتن، خودش هارون. اکش بعدی وفات پدرشون
پوچوخ شید خلیفه شده همگی 7-8 ماه زندگی کرده است مرد نخست بیمار شد مرد همه هارون الرشید در سن سال جوانی الله اعلم شاید بچه 25-26 ساله بود خلیفه شد همه دولت هم به حد کلان بود که در تاریخ اسلام و در تاریخ بشر دیگه این دولت کلان هرگز شدگی نیست به حد کلان بود گفته بودم که سرحداش تو کجا بود حجت و مثلا تکرار کردن نیست تصور کنه ای جوانی صاحب این همه خیل دولت همه خیل پیشرفته بود دولتش که میگن در همون عصر زمان هارون الرشید در اروپا امپریای کارل کبیر تشکیل شده بود ولیکی کارل دوران کو امپراتوری فرانکو با سویشنای ریمسکای امپریا را ترتیب داد دولت کارل کبیر بود دولت همه عباسی ها قیاس کردن نمیشود اونو رنگی وحشی بودن تصور کنه که یک قبیله افریقایی را بگیری با یک ملت متمدن قیاس کنی انا مخلی قیاس کردش نمیشود همه هارون الرشید یک ندیم داشته است اگه با پوچو بخچو ندیم دارن آدمای دارن که کم کم قطیشو حضر شوخی میکنن میخندونن شونا یک ندیم داشت با عنوان ابن ابی مریم نامش در اختلاف زیادتای برای همین نامش نمیگم نه که به همین تخلص مشهور است ابن ابی مریم شوخ بود است این خانواده به حد شوخی های وزبین میکرد در پیش پوچو تمامی همون شوخی هاشون هم میبرداشت پوچو میخندید چه آدمی نزدیکش بود است به حد نزدیک بود است که اکثر وقتا در قبولگاه خلیفه خواب میکرد خونش دمه اونم قبولگاه خلیفه میزد از خواب یک شب هارون الرشید میگه میخیزه طهارت میکنه نماز تهجد خونده است ای خونه سوخته این با تخته پیش خواب یعنی کوپه را در سرش کشیده که خوب است هارون الرشید همونجا جای نماز پرت افته است نماز خونده است سوره یاسین هم میخونده است همه جای رسید که خدای تعالی اخبارا از نام همون مرده که با کمک پیغمبرها خست و یک قوم گفت پیروی کرد پیغمبرها را اینا از شما طلب دنیا ندارن اینا شما را به خاطر خدا دعوت کرده استند و هم میگه که و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون چی بلا رسیده است مرا چی شده است مرا که خدا را عبادت نکنم خدایی را که خلقم کرده است خدایی را که عاقبت کارم با به سوی همو است رجوعم به سوی او است چی رسیده است مرا چی بلا زده است که مقصد عبادتش نمیکنم همو جوانمرد میگه کرپه را ایسرش تا کشیده گفت که والله لا ادری با خدا قسم نمیدونم چی بلا زده است که عبادت نمیکنم همین گپ آدم است دیگه هارون الرشید خندش گرفت و میاد مسخره باز خودش دست در همین دروی نماز بلند خندید و خست اومد برداشتش همین یک مشتش زد دندانش شکست پلید گفت این نماز جای شوخی و بازی نداره قرآن شوخی و بازی نداره یک سخن تاریخی گفته است که در کتاب‌های تاریخ اومده است گفت ایاک والقرآن و دین ولک ما شئت غیره هشت در سرت بگی گفت تابو در مسئله قرآن در مسئله شریعت شوخی و حزل جا نداره سر تا میبرم یک بار دیگه اگر در این مسئله حزل شوخی میکنی کلت های ببرم در غیر این موضوعات چی موضوعی باشه فرق نداره هر حزل شوخی میکنی ایت قبوله نه که قرآن و شریعت جای حزل شوخی نداره کسی اگر معلومات کافی نداره باید گپ نزنه بعضی سخنی هسته که دانسته و ندانسته بگوی کافر میشه این مسئله شریعت جای شوخی نداره یک آدمی که خیرورگ نیست معلومات نداره در اما اپراسیون رشت میتن نمیتن تصور کنه که همه عقیده اما اپراسیونی هست در اوجا باید یکم خیل ویروس نباشه یکم خیل میکروب نباشه یکم آدم ناآگاه و بیخبر نباشه مسئله نازکه چیزی را نفهمیدیم باید بپرسیم خداوند بزرگ از سخنهای لغو و بیهودگویی و از سخنهایی که عقل ما نمیگیره حفظ میکنه این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا به شک شبه شنوایی و بینایی و این قلبی که دائم در تپیش است این اعضای بدن سالمی که خدای تعالی برای ما داده است از همه بیو پرسیده میشه فردا روز قیامت پیش خدای تعالی سوال و جواب کردن میشه
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا حفظ.